اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح. سوره النصر. دی سوره الله تعالی پیامبر خدا از علامات مرگش خبر میدهد که این علامات اگر ظاهر شد پس مرگ تو نزدیک است و آمادگی مرگ بگیر و آمادگی ملاقات به پروردگار خدا بگیر. و علامات چی است؟ الله تعالی میفرماد اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی که آمد کمک الله تعالی، والفتح و همچنان پیروزی، یعنی در جنگ‌های مختلفی علیه دشمن کمک‌های الله تعالی سری تو سرازیر شد و در جنگ‌های مختلفی علیه از اونها پیروز شدی. و رأیت الناس، و همچنان دیدی مردم را یدخلون داخل میشوند فی دین الله، در دین الله تعالی، افواجا، گروه گروه. و همچنان این هم علامات دیگری که مردم دیدی گروه گروه داخل میشوند به دین اسلام. پس در این صورت اینها همه علامات مرگ تو است، مرگ تو نزدیک شده. پس چه کاری باید انجام بدی؟ فسبح بحمد ربک، پس تسبیح بیان کو پروردگارت را همراه حمد و ستایش. تسبیح و تحمید دو تا چیزی مهم است، هر دو، یکی تسبیح است دیگر تحمید. تسبیح الله تعالی را از صفات نقص منزه دانستن، لا تأخذه سینة ولا نوم، الله تعالی را بالایش خواب و پینکی نمی آید، الله تعالی مانده نمیشه. هر صفت نقص از الله تعالی دور میسازی. صاحب فرزند نیست، از کسی تولد نشده، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ها همه صفات نقص هستند از الله تعالی، این صفات دور میسازی. اما تحمید چی است؟ تمام صفات کمالیه را به الله تعالی ثابت میسازی. الله تعالی الرحمن، الرحیم، المالک، القادر، الخالق، مثالی از این نامها و صفات کمال به الله تعالی ثابت میسازی و به او حمد و ستایش الله تعالی را بیان میکنی. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، همه از اینها حمد است. واستغفره، و همچنان امرای تسبیح و تحمید استغفار بکن، طلب آمرزش بکن از الله تعالی. انه کان توابا، یقینا الله تعالی زیاد قبول کننده توبه است. الله تعالی به قدرت بزرگت و به عزت و جبروتت مسلمان ها را در وقت که نهایت ذلیل شدن فتح و پیروزی نصیب بکنی و تمام مردم های دیگری را که از اهل دیانت های کفری هستند، یهود و نصارا و مشرکین، اینها را یا الله راه هدایت برشان نصیب بکنی که اسلام قبول کنن، ایمان بیارن. و همچنان یا الله ما را از این دنیا به کلمه شهادت ببری و ما را توفیق بده که حمد و ستایش تو را انجام بدهم و از تو زیاد طلب مغفرت بخواهیم و از این دنیا ما را به کلمه اسلام و به کلمه توحید ببری. اللهم آمین.